مسیر دمبله برای همراهی بزرگان فرانسه. عثمان دمبله در سال 2014 وارد تیم ذخیره رنت شد و خیلی زود خودش را نشان داد. فصل برجسته او 2015 و 16 بود وقتی به تیم اصلی را پیدا کرد و در لیگ یک بازی کرد. هتریک مقابل نانتا در دربی برتنی و گل‌هایش برابر مارسی در فصل اول برای بازیکن 18-19 ساله 12 گل و پاس گل عدد قابل توجهی بود و باشگاه‌های بزرگتر به او چشم بدوزند. استعدادیاب‌های دورتموند چند بازی او را از نزدیک دیدند و گزارش مثبت دادند. بارسلونا، آرسنال و لایپزیگ هم علاقه‌مند بودند، اما دمبله و خانواده‌اش به این نتیجه رسیدند که دورتموند جای پیشرفت خوبی برای دمبله است. در می 2016 رم و دورتموند با قراردادی 5 ساله به مبلغ 15 میلیون به توافق رسیدند تا شاهماهی نقل و انتقالات بوندسلیگا مسیر حرفه‌ای خودش را آغاز کند. در فصل 2016 و 17 تحت هدایت توماس توخل دمبله زود خودش را نشان داد. دریبل زنی، تغییر سرعت و خلق موقعیت برای خودش و دیگران باعث شد به سرعت ترکیب دورتموند جای بگیرد. به عنوان یک وینگر دوپا که 10 گل و 22 پاس گل داشته، به عنوان یک ستاره نوظهور خودش را در فوتبال اروپا مطرح کرد. پیشنهادهای زیادی می آمد، ولی بارسلونا به دنبال جای خالی نیمار بود. مذاکره بین بارسلونا و دورتموند شروع شد. دورتموند شرطهای زیادی میگذاشت. به غیر از 105 میلیون مبلغ اولیه شرط بر عمل کردش در بارسلونا را نیز میخواست. بارسلونا کمی عقب کشید تا دمبله خودش خواستار انتقال شود. دمبله طبق میل بارسا رفتار کرد. گاهی اوقات در تمرینات شرکت نکرد تا دورتموند راضی به تفاوض با بارسلونا بشه و دمبله به آرزویش برسد. بالاخره تابستان 2017 دمبله به جمع آبیناری ها ملحق شد. هواداران بارسا با هیجان به ورزشگاه می آمدند تا ستاره خود را ببینند. امیدها زیاد بود برای جانشین نیمار با هزینه هنگفت. اما دمبله سراسر استرس و هیجان مراسم معارفه خود را به شکل افتضاحی خراب کرد تا رسانه ها از اون روز بگویند تا مسیر حرفه‌ای آینده. منتقدان میگویند انتظارات بالا و فشار رسانه‌ای باعث شد دمبله نتونه بدرخشه. در فصل اول خیلی با مصدومیت‌ها همراه شد. در فصل‌های بعد دمبله گاهی خوب بازی می‌کرد، گاهی افتضاح. در کل دمبله برای بارسلونا در 6 فصل 186 بازی انجام داد و دستاوردش 40 گل و 7 زام بود. بالاخره در تابستان 2023 دمبله راهی PSG شد. دمبله با حمایت کلیان امباپه که پاریسیا حسابی ازش حساب می بردند خودش را دوباره جای نیمار زد، ولی این بار ترسش ریخته بود. دمبله خوب بازی می کرد، ولی فوق ستاره تیم نبود تا روزی که امباپه هوس رئال کرد. ترس دوباره سراغ دمبله آمد. هواداران عصبانی بودند. امباپه در هوس لیگ قهرمانان و توپ طلب بود و دمبله باید نقش فوق ستاره را بازی می کرد. بعد از رفتن کلیان امباپه دمبله فصل فوق‌العاده‌ای برای خود و پاریسیا ساخت. لیگ قهرمانان و در نهایت توپ طلا. تمام آرزوهای امباپه دزدیده شده بود تا امسال هم رئالی‌ها یک داغ بر دل توپ طلا داشته باشند. دمبله خودش از بین تمام ناامیدی‌ها و انتقادات بیرون کشید و در کنار اسطوره‌های فوتبال دنیا و فرانسه نام خودش را ثبت کرد.